شيخ إسلام كو نوفي درست شيخ علي هكاريا ناف خلقی دا پتر به ناف شیخ اسلام تیتن یاسین ناف کردا دا و مصدر داد جدر دا ناوی درست شیخ علی کره شیخ یوسف حکاریا ما تو بعیش پشتی شیخ علی حکاری چه بغداد زانایت بغداد وقتی بغداد عاصمه بود پایتخت دولت اسلامی بود وقتی چه بغداد زانایت بغداد همی لکوم بونو و دید شیخ علی حکاری عالمه که گلک مزنه زانایی که مزنه ایدی اوانا ناو شیخ الاسلام السروی دانا و براستی شیخ الاسلام تاریخ اسلامتی دا دیروکا اسلامتی دا کم شیخ الاسلامیت هاتین یعنی شیخ الاسلام مزنترین عالم وقت خویای اسلامی هاتیا دفرا بهدینا و تایبت الگند دیرشه تکیه که مازن الگند دیرشه دانا او تکیات جدرت اسلامی داد ناوی گلک جارای هاتی پشتی شیخ علی حکاری هاتی وره اف تکیه گلک اپراها ویش بویا ملکه که زیده بو تکیه پیدا کریه برا پتر او گند دفره سر به تکیه و بوینه وسط هتا و هستن که شیخ علی حکاری وقتی او تکیه آوا کری و دانای بیشن پترش 500 شاگرد طلبه البردستی تخاند و بردستی وان عالمه اوید که ویدانای نویره التکیه تخاند یا عاشق وسط دیاره که سال 1158 هاتی دیرش و تکیه الویره دانای که اوه تکیه ایکیه بویا وکی رکخستن وکی تنظیم وکی هفرست یعنی تکیه که صوفیاتی آنجی ریکا صوفیاتی الکردستانی هاتی داچاندن یعنی جاره ایکیه بویا که صوفیاتی بهت کردستانه بری شیخ علی حکاری صوفیاتی الکردستان نبویا یا شبهده قلبی